آقا مرسی کل قضیه همینه. واقعا نوتا ذهنش بازه نسبت به این مسائل. سلیم کاری شمونی وای بیا این غزل خداحافظی رو بخونیم دیگه. شب آخره میخوام دلارو روونه کنم. بی تو من خرابم. همه ببین انتقادایی که من به این طرح وارد میدونم منظورم نیست این انتقادا مثلا برن اینا رو یکم توضیح بدن طرح خوب میشه. من این طرح از پایه قبول ندارم. واقعا هیچ کدومشون وارد نیست که من بخوام اصلاحش کنم. نه خب اگه وارد نیست در این قسمت از برنامه جذاب کد کن و بگو یه پسر توییت کرده بود که این توییت رو کد کن و بگو به عنوان آخرین کاری که تو اینترنت میخوای بکنی چیکار میکنی. خواستم الان عکس کیرام براش بفرستم چون واقعا رو راست باشه. واقعا تمام استفاده که ما از اینترنت میکنیم اینه که عکس کیرامو برای بقیه بفرستیم. نمیتونید واقعا اگه قطع بشه واقعا نمیتونید بدون این زندگی کنید. ببین یه چیز جدیدن مد شده هر اتفاقی میفته میگم ما خودکشی کنیم فلان چه ریسرچ داداش اگه میخوای خودکشی کنی این کارو بکن. هیچکی جلوتو نگرفته و لیترالیش اتفاقی نمیفته اگه این کارو بکنی. اگه همین الان کل کره زمین یهو محو بشه از پهنه هستی به کیر هیچ جای دنیا نیست. میدونی go for it. do it بونه خواستمت ستاره ها رو دست بزن. بعد یه سریای دیگه هم هستن که میگن خب اینا چرا اینجوری میکنن الان اینترنت رو قطع کنم و میریزیم بیرون. خب داداش اگه میخوای بریزی بیرون do it. واقعا هیچکی جلوتون رو نگرفته. و این خیلی جالبه که الان خیلی از اینا انتظار دارن که شهرهای دیگه از کار زندگیشون بیفتن، مثلا محیط زیستشون به گاهی سنگ بره، کار زندگیاشون تعطیل شه که اینا بریزن مثلا تو خیابون برای اینا کاری بکنن. بذار ببینیم تایملاین ما الان لحظات آخری دارن چیکار میکنن. شهرام کاشانی ساقش وقت بده آقا تو ترک سیانته واقعا ترس در من ایجاد کرده نسبت به دسترسی نداشتن به محتوای آموزشی و تفریحی. داداش درسته اصلا من بقیه‌شو واقعا نخوندم نمیخوام بخونم همه این حرفا درسته دیگه. واقعا من یکی از بزرگترین قربانیای این قضیه ام از دانشگاه اومدم بیرون انصراف دادم که بشینم توی اینترنت کسچر یاد بگیرم. من برنامه‌نویس میدونی برنامه‌نویسا چقدر به یه چیزی مثل گوگل و محتوای خارجی نیاز دارن. زده حسینو جارو کرده. کامان من این پیامو هیچ وقت دلم نمیخواد باز کنم. یعنی میخوام همین الان برم اکانتمو دیلیت کنم و با خونم رو دیوار همون بنویسم بکیرم. امیدوارم که آیندگان بفهمن در جواب به چی رو نوشتم. شما خیالتون راحت باشه از اینکه استفاده از VPN نه فقط جرم نیست بلکه اگر حق و حقوق کاربران رو رعایت بکنید و به حریم خصوصیشون تعرضی نکنید میتونید از محل تولید VPN پولم در بیارید. باریکلا مهمترین مشکلمون رو حل کردی. اینم جایزت به خاطر دلسوزیت به عنوان یک مسئول خوب. بدون یه نگرانی‌های خیلی منطقی داریم. مثلا اگه الان اینترنت قطع شه چی میشه؟ چه بلایی سر آینده تحصیلیمون میاد؟ چجوری می‌خوایم اپلای کنیم؟ چجوری همین درسای مسخره دانشگاهمون رو می‌خوایم پاس کنیم؟ چون ما علوم کامپیوتریا حداقل این هندیای یوتیوب نباشن واقعا هیچ گوهی نمیتونیم بخوریم. چی میشه اصلا؟ اینستاگرام فیلتر میشه، گوگل فیلتر میشه و جواب منطقی به این قضیه اینه که بکیره نیست. انقدر وانمود نکنید که براتون مهمه. آره میدونم ویدیوی این یارو که موبایل ریویو میکنه رو دیدی توی 6 دقیقه واقعا چیزی بیشتر از 6 دقیقه هم نبود برای گفتن. هیچی توش واقعا نوشته نشده. حتی معلوم نیست کاربر یعنی چی. ما وقتی درباره توییتر درباره 1% جمعیت کاربران ایرانی صحبت میکنیم درباره اینترنت یوزرها صحبت میکنیم درباره کل مردم ایران. جمعیت کاربر جای تعریف شده؟ جمعیت کاربر ندیدم جای تعریف شده باشه. کاربر یه کلمه گنگی نیست که نیاز به تعریف داشته باشه که کاربر یعنی کاربر. Hey, I'm retarded. توییتر چند تا کاربر ایرانی داره؟ حدود 2 میلیون. من نتونستم پیدا کنم. نه الان بچه مثلا سوشال مدیا مارکتر کراولر نمیشن میگن 3.5 میلیون نفره. ولی اونا هم حدسه گمانه باز. مثلا یه مقرراتی از مقررات GDPR مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا فقط حفاظت از داده است. دلیل این که الان هر سایتی باز میکنید میگه تو رو خدا کوکیامون رو تایید کن اینه به خاطر اینکه توی این قانون very fucking clear
تاکید شده که باید هر گوهی با داده هر کی میخورید ازش اجازه داشته باشید و این قانون 261 صفحه است. فقط مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا. خب یعنی این اگه 261 صفحه است، این طرح صیانت خیلی وسیع تر از اونه. باید خیلی واقعا طرح صیانت چقدره؟ 14 صفحه، اسم تعالی فلان، عملا 13 صفحه است دیگه کلن. So you know it's shit. اصلا لازم نیست من اینو بخونم، واقعا مشخصه که توی 13 صفحه نمیشه چیز به این گندگی رو جمع کرد. کانتنت فارسی شته. Honestly rate yourself. دوربینم خیلی کج شده مگه نه؟ اینه آقا، اینه کانتنت فارسی، اینه. شیرم هم نیست واقعا این دوربین داره کجا رو میگیره. و ممکنه بگید چرا هی میگی کانتنت فارسی؟ به خاطر اینکه اکثر استفاده ما ایرانی ها که الان خیلی کلمون شیریه از اینترنت دیدن همین محتوای فارسیه. ولی من که میدونم دلتون برای چی تنگ میشه. دلتون برای اینکه بتونید یه جایی نظراتتون رو آزادانه بگید، چون که برای همه خیلی مهمه و دنیا بدون نظرات شما واقعا اون جای قبلی نمیشه. دلتون برای این داره تنگ میشه. درد شما کانتنته. آقا خودمونیم الان اکثرمون دیگه از این هاردای 1 ترابایت و 2 ترابایت داریم، تویش پر کوسچره. با یه لپتاپ و یه شارژر اگه بریم تو غار زندگی کنیم، یه چیزایی دفن شده توی این هاردامون که اصلا ما دیگه نگاهشون هم نمی کنیم. چون آقا من چیز جدید میخوام، یوتیوب رو باز کنیم ببینیم چی نشونمون میده. تو واچ لیتر یوتیوب تو نگاه میکنی، اصلا چند سال واچ لیتر تو باز نکردی ببینی چی نگه داشتی که انقدر خوبه که گذاشتی بعدن سر فرصت ببینی. آقا ناموسن 500,000 ویو داره. اینتروهای خلاقانه ملت داشته باشه که مثلا به درد همه نخوره. پس اگه حس میکنی که اینجوری جنبه ندارین یا حالا هر چی، یا اصلا تو موقعیتی هستین که نمیتونین ببینین، به نظرم کانال رو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایکش بکنین، یه کامنت خوبم بذارید، بعد بریم بقیه ویدیو رو ببینین. حالا اینو بعداً ببینین. پس به نظرم بدون معطلی بریم سراغ ویدیو ببینیم که چه خبر. 1.5 دقیقه عمر اون رو تلف کرده که بگه توی 7.5 دقیقه بعدی میخوام عمرتون رو تلف کنم. یعنی واقعا ما نمیدونیم ریاکشن ویدیو چیه، تو باید برامون توضیح بدی که یه ویدیو باحال پیدا کردم آوردم اینجا به جایی که تنهایی نگاه کنم، خب دور هم دیگه نگاه کنید چون خیلی باحاله. آره واقعا مشخصه چیه دیگه، واقعا لازم نیست بقیه‌اش رو نگاه کنم. ببینید این خارجی‌ها چقدر راحت خیانت میکنن. این هومش واقعا دپرسینگه. یه ویدیویه که یه ماه پیش گذاشته، سوتیای جدید سکسی صدا و سیما مجری از دخترش میگه و چقدر ویو گرفته؟ 3700 تا. این کیر شدی دیگه داداش، قبول کن. ریاکشن سوتیای سکسی فلان تو دیگه ویو نمیگیره، بکش بیرون. الان سرعت بگاه رفتن ما داره شتاب میگیره و قراره به یه جایی برسه که دیگه بعدشون نمیشه حد زد. هر جا انقدر بگاه بره یه اتفاق بزرگی توش میفته. اون اتفاق بزرگ من واقعا امیدوارم این باشه که ما ایرانیان اصلا منقرض شه و به گاه بریم. ولی اگه اتفاق نیفته و ما زنده بمونیم، یعنی یه اتفاقی این وسط افتاده که همه چی رو عوض کرده. یه اتفاق بزرگی باید باشه. باور نمی‌کنم اصلا. عوض کن بجانی تو. باشه. مثلا من نق نزنید. اگه هیچ چی ندارید، هیچ چی آهنگ ندارید، هیچ چی کانتنت ندارید، کتاب دارید فکر کنم خیلیاتون. اوکی خیلی زر زدم آقا. پوینتمو رسوندم دیگه، همتون احمقید.